به نام خداوند توانا و دادگر. سلام هموطنان عزیز، امید است که جور و صحت و سلامت باشین و هفته گذشته را به خوبی و خرسندی سپری کرده باشین. برنامه تمرین هست و ما جهت ثبت این برنامه به یکی از کلاب های کونفو در شهر کابل آمدیم تا یک برنامه عالی، خوب و جذاب برای شما تهیه داشته باشیم. ما در برنامه تمرین روی موارد مختلفی میپردازیم. ابتدا می رویم تاریخچه را با هم تماشا میکنیم و دوباره در حضور گرم شما برمیگردیم. تاریخچه کونگفو. ورزش کونگفو یکی از قدیمی‌ترین و شناخته شده ترین هنرهای رزمی جهان است. ریشه این ورزش به هزاران سال پیش در چین باستان باز می‌گردد. این ورزش در ابتدا نه تنها به عنوان یک روش مبارزه، بلکه به عنوان شیوه‌ای برای تقویت جسم و ذهن شکل گرفت. گفته می شود که راهبان معابد، به ویژه معابد شاولین، نقش مهمی در توسعه و گسترش این هنر رزمی داشتند و با تمرین‌های منظم، تکنیک‌های دفاعی و حرکت‌های هماهنگ ورزش کونگفو را پایه‌گذاری کردند. کونگفو در طول تاریخ به تدریج به سبک‌ها و شاخه‌های مختلف تقسیم شد که هر کدام بر اساس سرعت، قدرت، انعطاف پذیری و فلسفه خاص شکل گرفته بودند. این ورزش تنها به مبارزه فیزیکی محدود نمی شود، بلکه ارتباط عمیقی با اصول اخلاقی، نظم درونی، تمرکز ذهن و احترام به طبیعت دارد. به همین دلیل کونگفو را بیشتر یک سبک زندگی می‌دانند تا صرفاً یک ورزش رزمی. در قرن‌های اخیر کونگفو از مرزهای چین فراتر رفت و در سراسر جهان شناخته شد. فیلم‌های سینمایی و استادان برجسته باعث شدند این هنر به یکی از محبوب ترین رشته‌های رزمی در دنیا تبدیل شود. امروزه کونگفو در بسیاری از کشورها آموزش داده می شود و به عنوان بخشی از فرهنگ رزمی شرق آسیا مورد توجه قرار داده. در افغانستان نیز کونگفو میان جوانان و نوجوانان علاقمندان زیادی دارد. در بسیاری از ولایت‌های افغانستان مراکز آموزشی و کلب‌های ورزشی با آموزش کونگفو می‌پردازند و ورزشکاران افغان در مسابقات داخلی و گاهی رقابت‌های منطقه‌ای نیز شرکت می‌کنند. وطندارای عزیز، برگشتیم در حضور شما قرار داریم تاریخچه را با هم تماشا کردیم. امید است که تاریخچه براتون مفید تمام شده باشد. حالا استاد کلاب در کنار ماست. در رابطه با ورزش کونگفو از ایشان سوال می داشته باشیم که ببینیم این ورزش چگونه هست و از چه زمان اینها به این ورزش روی آوردن. سلام استاد، خسته نباشین. ابتدا خدا یک معرفی داشته باشین برای بیننده های ما. علیکم سلام. سلام خدمت شما و تمام بیننده های عزیز تلویزیون ملی. میرویس نظری هستم، مسئول انجمن ورزشی الفتح و همچنان رئیس فدراسیون کونگفوی کابل. نظری صاحب عزیز، از چه زمان شما با ورزش کونگفو روی آوردین و مهمترین مسابقاتی که در این رشته داشتین در کجا بوده؟ بله، ما خو تقریبا مدت 25 سال میشه که ورزش کونگفو را پیش میبریم و 16 سال میشه که کلبداری میکنیم و مسابقات بسیار خوب داشتیم که مثلا مسابقات داخلی هم داشتیم، مسابقات خارجی هم در بیرون از کشور، در مسابقات ایران هم شرکت کردیم. از این مسابقات کدام مدال تقدیرنامه گرفتین یا خیر؟ بله 100% با در مسابقاتی که شرکت کردیم، در مسابقات تیم ملی 4 سال ما قهرمان تیم ملی خودمان بودیم. خیلی عالی. در این مدت 25 سال که شما در رشته ورزشی کونگفو فعالیت داشتین، کونگفو را چگونه ورزش یافتین یا کونگفو چگونه ورزش است؟ کونگفو ورزش است که واقعیت یک ورزش بسیار دلچسب، ورزش است که واقعیت علاقمندان زیاد دارد و بسیار یک ورزش بسیار گفته یک آن دیگه مقبول با مدل ماست. ورزش محبوب است. بله. تفاوتش با دیگه ورزش ها، با بوکس، با وشو، با ورزش هایی که تقریبا همانندی از این ورزش است چیست؟ تقریبا که همانند از این ورزش است که ورزش کیک بوکس است، ورزش موی تای، وشو، اینا هم تقریبا دیگه هم شمول از این ورزش است. چه تفاوتی دارن؟ تفاوتی که مثلا کونگفو نسبت به این ورزش ها داره؟ کونگفو خودش یک ورزشی است که ورزش مکمل است که دست و پای ما داریم، تکنیک داریم، فرم داریم، از همه لحاظ ان شاء الله که پوره است و تفاوتش همراه رشته دیگه امی است که مثلا و تکنیک نداره. ما که داریم تکنیک داریم، خط 1 2 3 و 4، ما تا خط 7 تکنیک داریم، فرم ماست. بسیار عالی. کسایی که مبتدی هستن آغاز میکنن، این سطح داره که از سطح ابتدا آغاز میکنن به کدام سطح میرسن که تا به درجه استادی برسن، به درجه قهرمانی برسن تا بتوانن در مسابقات ملی و بین المللی شرکت بکنن؟ بله، ما خو از شروع مسابقات ما شروع منتخب است که ما در منتخب فایت میکنیم، مسابقه میکنیم، بالخصوص باز تا سطح تیم ملی را میرسیم تا که مسابقات بیرون مرزی داشته باشیم. دیگه یک ورزشکار از شروعش از تیم منتخب کابل است و با ختمش به تیم ملی است.
در این مدت 25 سال شما در ورزش کانفو فعالیت کردین، استادی کردین. علاقمندی جوانان افغانستان را به این ورزش چگونه دیدین و استعدادشون چگونه است در این ورزش؟ ماشاءالله استعداد خوب دارن. ما خودم فعلا تقریبا 16 سال میشه کلبداری میکنم که شاگردایم است که خودشون در تیم ملی فعلا در شمول تیم ملی هستن که اصلی خود تیم ملی هستن. بسیار خوب. در رابطه با ارتباطتان با فدراسیون ای ورزش برای ما بگین که ارتباط خوب دارین و امکاناتی که فعلا در کلب است براتون بسنده هست یا خیر؟ بله، فعلا خودم هم در رأس فدراسیون کنفوی کابل هستم و انشالله که کدام ضرورت و کدام امکاناتی که خواستیم برای ما مهیا شده. سلامت باشین استاد. قربانتون. بیننده های عزیز، صحبت های ما را با استاد در رابطه با ورزش کانفو تماشا کردین که اینا کانفو یکی از ورزش های بسیار خوب و ورزش هایی است که مورد پسند همه جوان است و بدون شک هر ورزش مورد علاقه جوان است، چون جوان ها هستن انرژی دارن، بتونن که ورزش بکنن و افتخار بیافرینن برای افغانستان و برون بیرون از افغانستان مبارزه بکنن و قهرمانی بیارن. حالا می رویم بیننده های عزیز، یک وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم در حضور شما. حرکت عبدالیا چاکی که تبدیل به امتیاز میکنه، شروع بسیار خوب ضربات پیهم تمام شد و آزاده به مقام قهرمانی وزن منفی 55 کیلوگرم رسید. وطندارای عزیز، شما را به ادامه برنامه تمرین خوش آمدید میگیم. حالا در این قسمت برنامه صحبت می داشته باشیم با چهره های ورزشی. حالا در کنار ما یک جوان خوش‌سیما قرار داره که اینها ورزش کانفو را آغاز کردن و ببینیم که چی دستاوردی در این ورزش کانفو دارن. سلام، خسته نباشین. ابتدا خود برای بیننده های ما به معرفی بگیرین و در رابطه با ورزش کانفو که از چه زمان این ورزش شما آغاز کردین و بیننده های ما بگین. سلام عرض خدمت تمام بیننده ها و شما. محمد اقبال درونی هستم، یک تن از ورزشکاران رشته کانفو. مدت 12 سال میشه که رشته کانفو را پیش میبرم. بسیار عالی. اقبال جان، از چه زمانی که شما را ورزش آغاز کردین، درست؟ که مدت 12 سال میشه. در این زمان شما کدام مسابقه داشتین، دستاورد داشتین؟ در رابطه با دستاوردهاتون برای بیننده ما بگین. بله، طبعا مسابقات زیاد مسابقات کردیم که مسابقات منتخبه، مسابقات ملی در داخل کشور مسابقات کردیم و بیرون مرزی تا نرفتیم. حالا عضو تیم ملی هستین یا خیر؟ بله هستیم. در وزن چند؟ در وزن 79. ماشاءالله 79 کیلو هستین. بله 79 کیلو. بسیار خوب. مهمترین نکات در کانفو مد نظر گرفته باشه یا گرفته شوه کدام نکات است؟ باید فیزیک داشته باشی، باید دست پای خوب تایی داشته باشی، اینمی است و تکنیک داشته باشی. پای دراز داشته باشی. پای دراز داشته باشی خوب نتیجه میده. شما را کیها تشویق کردن تا فعلا که به ورزش روی بیارین و در ورزش دستاورد داشته باشین؟ تشویق استاد ماست، استاد میرویس نظری و تشویق فامیل ما هستند. بسیار خوب. مهمترین خاطره ای که از ورزش کانفو دارین تا فعلا برای بیننده ما بگین. والا ورزش تمامش خاطره است دیگه، تو خاطره خاص نداری، خود کلش خاطره است دیگه. چی آرزو داری در آینده؟ میخوام که این ورزش ادامه بدیم، در یک جای برسیم و مسابقات بیرون مرزی داشته باشیم. سلامت باشین. حالا در کنار ما یک نوجوان قرار دارد که این هم ورزشکار است و در رابطه با ورزش کانفو فعالیت داشتن و فعالیت دارن. سلام، خسته نباشین. ابتدا خود به بیننده ها به معرفی بگیرین و در رابطه با این که شما از چه زمان به ورزش روی آوردین به بیننده ها بگین که تا این که معلوم شود. علیکم سلام، به نام خدا رشاد محمدی هستم، یک تن از ورزشکاران کانفو. مدت 4 سال میشه که نزد استاد میرویس نظری تمرین میکنم و فعلا قهرمان تیم ملی هستم. در وزن چند قهرمان هستین؟ در وزن 46 فعلا در تیم ملی قهرمان هستم. مهمترین مسابقاتی که داشتین و عنوان قهرمانی را گرفتین در کجا بود؟ مهمترین مسابقاتی که داشتیم در ولایت تخار بود، مسابقات تیم ملی. بسیار عالی. کانفو از نظر تو نسبت به ورزش‌های دیگر چی تفاوت داره؟ کانفو تفاوت بیشتر داره، چون کانفو تکنیک داره و دیگر ورزشات تکنیک داره، خب خودشان تکنیک داره. ورزش کانفو بسیار یک ورزش دلچسب و بسیار یک ورزش خوب است. چی پلان داری که در آینده در کجاها مسابقه بکنی و چی دستاورد
برای مردم افغانستان و برای جامعه ورزشی افغانستان داشته باشید؟ در آینده ما میخوایم یک دستاورد مسابقه داشته باشیم از بیرون از کشور. دوست داره که در کدام کشور مسابقه داشته باشید؟ دوست دارم در بیرون از افغانستان باشه، خود بیرون از افغانستان فرق نمیکنه. در هر کشور باشه، لندن باشه، خارج باشه، مقصد مسابقه. بسیار خوب. پیامت را برای وطندارا داشته باشیم. پیام به وطندارایی است که ورزش کنند تا همیشه ضامن صحت و سلامتی داشته باشند. سلامت باشین. آرزوی موفقیتتون دارم. بیننده های عزیز، صحبت های ما را با چهره های ورزشی کونگفو تماشا کردین. حالا قسمی که در تصویر شما مشاهده میکنین، جوانا و ورزشکارا آماده تمرینات هستند. می رویم تمرینات را که توسط استاد به نمایش گذاشته می شود با هم تماشا میکنیم و دوباره در حضور شما برمیگردیم. برنامه تمرین ادامه دارد. آماده. با صدای بلند. تکبیر. 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 هنسمین. بداو. آرام آرام. شروع گرم کاریز بخیر. دست به شروع. پنجه. ماچه دست. چنج. بالا پایین. دو بغل. اورنج. چنج. خوب چرخش. ماشاءالله آفرین. دورانی. چنج. دو بغل پنجه. ماشاءالله آفرین. خوب پنجه بزن. بالا. پشت سر. دست قیصر سینه. خوب چرخش شانه. ماشاءالله آفرین. چرخش خوب. چقدر این حرکات ما خوبتر بریم اما قدر ما میتونیم که در حرکات های کشی خوبتر نتیجه بگیریم. پروانه. مسافه. چنج. این حرکات پروانه هم کلش به خاطر گرمکاری است که ما خدا آماده حرکات های کشی میکنیم. پیش رو باش سر. ماشاءالله آفرین. ایک. دو. این حرکات به خاطر نرمش کمر است که ما میتونیم که از این حرکات ها خوبتر بریم اما قدر کمر ما بدن ما نرم میشه آماده که حرکات های کشی میشیم. ایک. دو. پوزیشن. رو طرف داخل. تاسی داخل خود دادی. داخل خود. چنج. پای راست. دست بالا. ماشاءالله آفرین. چپ. خوب گارد بالا. روی جمع. قیچی. بداو. با شماره لیورس. آرام آرام تکر نمیکنیم. ایک.
این حرکات لیورس است که ما میتونیم که زودتر گرم شیم، زودتر با نرمش آمادگی خود بگیریم. دا هیچ هیچ بوکس 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 دا رو طرف داخل گرا تاکن اپرکت مجدی خوب با سرعت ماشاءالله آفرین چنج ماشاءالله دست سرعت چرخش دست بالا پوزیشن گارد جمپ آفرین خوب دست بالا چنج ماشاءالله دورانی بوکس کن خوب سرعتی قدرتی بوکس 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 چنج بداو ماشاءالله آفرین آفرین رو طرف داخل زانو بالا کشک پای خوب بالا خوب بلند زانو بالا ماشاءالله چنج آفرین آفرین روبرو خوب بلند 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 ماشاءالله وسط اینجا در سر صف نداره داخل داره پشتر دست کمر پاپ شروع جفت پا یه نال شروع میشه حرکت ها اینجا بودی بداو برو پایین برو نزدیک خوب در بیخ دیوال ماشاءالله آفرین کم پشتر استاشین پشتر خیلی پشتر این همه تو ماشاءالله نزدیک همینجا یک نفر باشه آخر با این بالا خیر برو خیر تیست چوس برو چوس زوز ماشاءالله با سرعت ای ماشاءالله ورزش نفر باشه نام خدا ماشاءالله این حرکت های پریشی است که ما میتونیم که در این حرکت ها به خاطر گرمکاری آمادگی خود بگیریم زودتر گرم شویم دیگه به حساب حرکت های گرمکاری است دست کمر و شماره پایین بالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 پایین کف دست روی زمین کشک خدا کشک آفرین از بند پایت بگی فشار بده خوب ماشاءالله آفرین بچسبان پای دست قلاب زانو سیده خوب کشک خدا بالا بیا کشک خدا بالا بدن خوب طرف بالا کشک سر دل پا ماشاءالله آفرین هیچ راست فشار 2 3 4 5 روبرو کشک خدا 6 پل نام خدا ماشاءالله آفرین
بالا بیا. پای دو برابر شانه. سمت راست. پس و پیش استاشین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سرعتی. 1 پای دور نکو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بند پایت بگی. فشار بدی خوب. بیستر پای چپ. خوب فنر. 2 3 4 5. یا حرکت های نرمیشی است که آماده میکنیم پای خود با پای زدن. 4 5 6 7 8 9 10. سرعت تیز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دست سر زمین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دست سر زانو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دست پشت کمر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دست پشت گردن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. چاک خدا. چاک آفرین ماشاءالله. دست سر پرد چاک. ماشاءالله آفرین. بالا بیا. آماده. هانسماین. سنسرو. کف کراتو. حرکات نرمیشی ما خلاص شد. حالا آماده پای زدن هستیم. یک چند پای میزنیم. دست جمع. رقص پای. رقص پای. آفرین خوب. دست جمع. که توی نرمیشی. خوب با سرعت، قدرت، تیز. زانو سیده. سر بالا. منظم پای بالا میبری پس پایین میاری. با شماره یک حرکت خوب مقبول. 1 2 3 4 5 6 حواس کو. 1 2 3 4 5 6 حواس کو. رقص پای. رقص پای. ده جمع. چکوشی. خوب با سرعت، قدرت، تیز. آماده. 1 2 3 حرکت. 4 5 6 حواس کو. رقص پای. رقص پای. یک جای حرکت میری که شماری من. 1 2 3 4 5 6 حواس کو. رقص پای. ده جمع. آزاد بوکس کو. خوب با سرعت. بوکس. ماشاءالله. 4 راه. آفرین ماشاءالله. ماشاءالله. بوکس کو. نام خدا. آفرین. گنده. زانو. ماشاءالله. آفرین. نام خدا. دست و پای مکس. ماشاءالله. کار کو. دست و پای. تیز. آفرین. ماشاءالله. تیز. آماده. هانسماین. حرکت های نرمیشی ما خلاص شد و امرای گرمکاری. حالا میم سر تکنیک کار میکنیم که دو نفر دست پای ما تکنیک کار میکنیم. دو نفر جورک خوره چست مستقیم سر دستکش کار میکنیم. آماده. برو بخیر. آفرین. ماشاءالله. آماده. ده جمع. آله. یک ساق مقابلش یک گراد. آستا برو. 1 2 با اینی حالت. هر دو طرف مکس کار میکنی. برو. بزن.
کار کن. ساق مشت. آفرین. آماده؟ ده جمع. دو گرات. دو گرات یک مشت چرخشی سر دستکش. خب با سرعت تیز. برو بخیر. تیز برو. ده جمع. دستت پایین نبیا. ماشاءالله. موهنه و آماده؟ فایت. کسایی که فایت میکنه یک ادریس نام داره، ادریس نظری و امین نظری. هر دویش 3-4 مسابقه داره تا حالا در خود تربیت بدنی فایت کردن یا و در وزنشان قهرمان هستن. ماشاءالله نام خدا خوب کار میکنه، خوب دست و پای درست دارن که با مو سیستم که مثلا نه اشتباه دارن و نه کدام غلطی خاص ندارن. کل پای از یا و دستای از یا امتیاز داره. حالا ماشاءالله دی خاطر رازی دی کار کن. نام خدا ماشاءالله. آماده؟ ستاپ. نبودی خود دیگه بده غیگ ورک. غیگ ورک بلده. ماشاءالله. فایت. بالا باس سرخ است. فهیم محمدی قهرمان تیم ملی و سیف الرحمن صالحی این هم قهرمان است. در وزن خوش زیاد مسابقه کرده و قهرمان فهیم خو کلگی مشنوشه. تنها کابل نه که به سطح ولایت به وزنش قهرمان است و انشالله بخیر به دوره بعدی هم آمادگی داره. مسابقات زیادتر کرده. نام خدا. نام خدا. ماشاءالله او گار نکنی نگذار. آفرین. ماشاءالله. نام خدا ماشاءالله. نام خدا. نام خدا. فهیم کسی است که در وزن شریف نداره. نام خدا. استاپ. بیننده های عزیز، در آخر برنامه تمرین قرار داریم. در این قسمت در رابطه با تغذیه ورزشکاران پیش از تمرین و بعد از تمرین با استاد کلب صحبت می داشته باشیم. سلام استاد، در رابطه با تغذیه ورزشکاران پیش از تمرین برای بیننده ها یک معلومات داشته باشیم. بله، ورزشکارا باید که وقتی که تمرین میکنن پیش از اینکه مثلا تمرین کنن نیم ساعت پیش باید یک چیز بسیار سبک را بخورن تا که تمرین خود صحیح به شکل درستش پیش ببره. بسیار خوب. بعد از تمرین از کدام نوع غذاها استفاده بکنن تا اینکه بتوانند امو انرژی که از دست دادن او را دوباره پس بگیرن و بتوانند که به تمریناتشون در آینده خوبتر ادامه بدن؟ بله، میتونن که از انرژی بابه که مثلا پروتئین داشته باشه، چیزی که انرژی که مصرف کردن او را پس بگیرن. ما میتونیم که لوبیا، نخود، گوشت و از غذای پروتئین دار استفاده کنیم. تقریبا از غذای وطنی. از غذای وطنی، بله بله. بسیار خوب. در آخر یک پیام از شما داشته باشیم برای وطندارا، برای جامعه ورزشی افغانستان. پیام ما است که باید همگی ورزش کند. بدون ورزش زندگی ناممکن است. سلامت باشین. تشکر زیاد. بیننده های عزیز، صحبت های ما را در رابطه با تغذیه ورزشکاران با استاد تماشا کردین. امید است که از این صحبت ها یک چیزی را شما گرفته باشین و براتون مفید تمام شده باشد. بیننده های عزیز، شما فرزندانتون را به ورزش تشویق بکنین تا اینکه به کلاب ها بروند و ورزش کنند.
بدن سالم داشته باشند، ذهن روشن داشته باشند. این بود داشته های برنامه تمرین که این هفته تقدیم حضور شما شد. تا هفته آینده شما را به الله متعال با یک برنامه جدید میسپاریم.